سرخط مهمترین خبرها: هلاکت 4 عضو یک عائله در ختلان، امامعلی رحمان به ازبکستان می رود و تغییرات به کدکس مهنت، کدام محدودیت بیکار شد. سلام بینندگان عزیز، مولا رجب یوسفی هستم با خبرهای تازه ترین تاجیکستان و جهان در خدمت شما. امروز 26 مارس سال 2026 است. 4 عضو یک عائله در ناحیه مومن آباد ولایت ختلان از دود زهرآلود شده جان باختند. کرامت الله میرزایف و همسرش 33 سال داشته، 2 فرزندشان 5 و 6 ساله بودند. حادثه شب 23 مارس رخ داده است. جسد 4 نفر روز 25 مارس در زادگاهشان دفن کردند. یک منبع باوربخش در اداره آتش نشانی ختلان به رادیوی آزادی گفت آن شب در منزل کرامت الله میرزایف در جماعت چشمساران ناحیه مومن آباد از حساب سیم برق سوختار سر زد. سنجش طبی آشکار کرده است که میرزایف و همسر و 2 کودکش هنگام خواب بودند از دود غلیظ اشیا به مثل کرپا و خالین به هلاکت رسیدند. همصحبت ما در اداره آتش نشانی ختلان گفت تحقیق حادثه ادامه دارد. سال گذشته مرگ چند ساکن تاجیکستان از جمله 2 نورس در ناحیه واسع و 1 زن و شوهر جوان در ناحیه رشت بر اثر زهرآلودشوی از دود رسانه گشته بود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دولتی به ازبکستان می رود. وزارت کارهای خارجه گفت این سفر روز 26-27 مارس انجام خواهد گرفت. به اطلاع منبع در سفر مجموعه مسئله های تحکیم و گسترش مناسبات های دو کشور بررسی می گردد. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به آوردن جزئیات بیشتر تنها نوشته شده است که امضای چند سند در نظر است. تاشکند دوشنبه سالهای زیاد در زمان حکومت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان بر سر استفاده آب و ساختمان نیروگاه تقریبا در حالت جنگ سرد قرار داشتند. پس از به قدرت رسیدن شوکت میرزایف در سال 2016 این روابط به گرمی گرایید. روادید یا ویزا میان دو کشور بیکار و داد و گریخت زیاد شد. فعلا ازبکستان یکی از 5 شریک اقتصادی تاجیکستان است. پلیس شهر دوشنبه 2 دختر 15 ساله را با اتهام حمله به یک راننده تاکسی و همچنین استفاده مواد مخدر نوعی متامفتامین یا کریستال دستگیر کرده است. به طور مستقلانه تصدیق کردن این معلومات مشکل است. نوار جنجال این دختران با راننده تاکسی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و واکنش‌های زیاد را به میان آورد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه 25 مارس در خبرنامه نوشت آنها 23 مارس تلفن راننده تاکسی محمدیار اوتیف را بوده گوشش را گزیده و به او آسیب رساندند. به خاطر نابالغ بودنشان اسم این دختران را نشر نمی‌کنیم. نظر آنها و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست. تلاش‌های ما برای یافتن والدان دختران نورس تا این دم به نتیجه بود. در ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند که تفتیش قضیه ادامه دارد. یک رسانه دولتی ایران گزارش داده است که جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ منفی داده است. پرستوده شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما 25 مارس از قبل یک مقام ارشد سیاسی امنیتی نوشت ایران زمان به جنگ پایان خواهد داد که خواسته هایش برآورده شوند. چند دقیقه پس از نشر این خبر یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت پاسخ اولین ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ مثبت نبود، اما تهران همچنان در حال بررسی آن است. با گفته این مقامدار ایرانی تهران پاسخش را به پاکستان فرستاده است تا از این طریق به آمریکا فرستاده شود. پرستوده رسانه دولتی ایران نوشته است که این کشور برای ختم جنگ 5 شرط را پیشنهاد کرده است که آنها قطع تجاوز و ترور، کفالت آن که جنگ دوباره آغاز نمی شود، پرداخت خسارات، پایان جنگ در همه منطقه، اعتراف نظارت کامل ایران بر تنگه هرمز و وعده اجرا شدن وعده های طرفی دیگر. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز خبر داده بود که آمریکا یک طرح عبارت از 15 بند را برای پایان دادن به جنگ به ایران ارائه کرده است. بر اساس این گزارش 2 منبع به نیویورک تایمز گفتند که آمریکا خواهان تعطیل شدن تأسیسات نتنز، فوردو و مرکز فناوری‌های اورانیوم اصفهان است. این طرح به برنامه‌های موشکی، بالستیکی و مسیرهای بحری را نیز مورد بحث قرار می‌دهد. مقامات تاجیکستان دگرگونی یا اصلاح در کدکس مهنت را نشر کردند که بر اساس آن تبعیض یا برخورد ناعادلانه در جای کار منع است. بر اساس قانون نو کارفرما حق ندارد شخص را برای معیوب بودن یا گرفتاری به بیماری نارسای مسئولیت بدن از جای کار محروم کند. با وجود این مقامات تاجیکستان حاضر نشدند که روی خط یک قطار کارهای ممنوع را برای زنان بیکار کنند. همکارم شعلای عبدالله این موضوع را آموخته خلاصه آن را پیش از برنامه به ما شرح داد. نخست از شعلا پرسیدم که تغییرات به قانون کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد. تغییرات به کدکس مهنت اساساً به ماده 7 این قانون ربط دارد. این ماده قانون
قبلا یک کمی عمومی بود و پیش بینی میکرد که از کدام ملت بودن، رنگ پوست، جنسیت، سن و سال، دین، عقیده سیاسی و محل تولد نباید مانع قبول شخص به کار شود. در تحریر نو این بند قانون چند محدودیت دیگر را هم به کار میکند. اکنون بر علاوه عامل‌های در بالا نامبر شده، معیوب بودن یا گرفتار بودن به بیماری نارسایی مسئولیت یا اسپید نباید مانع قبول شخص به کار شود. در کل تغییرات نو به کدکس مهنت تبعیض در مناسبت‌های مهنتی از جمله تعقیب جنسی را منع کرده است. تا این وقت در کدکس مهنت این چیز مشخص نبود. علاوه بر این قانون نو به شهروندان امکانیت می‌دهد که در حالت به تبعیض یا دیسکریمیناسیا دچار شدن در جای کار برای جبران ضرر به مقامات مراجعت کنند. قانون همچنین کارفرما را موظف می‌کند که هنگام مقرر کردن حجم معاش به تبعیض راه ندهند، یعنی برای مردان و زنان معاش‌های گوناگون را در نظر نگیرند. ظاهراً این تغییرات با طلب سازمان‌های حامی حقوق قبول شده است. پیشتر مقامات تاجیکستان قانون علاهیده قبول کرده بودند که برهم زدن همه گونه شکل‌های تبعیض را پیش بینی می‌کرد. سوال دیگر هم از شهلا این بود که با قبول تغییرات نو به کدکس مهنت مسئله رویخط کارهای ممنوع برای زنان چی شد؟ در تغییرات نو به کدکس مهنت مشخصاً بر رویخط کارهای ممنوع برای زنان تاکید نشده است، اما اشاره شده است که محدود کردن حق کار برای بعضی گروه‌ها از جمله از روی جنس، تبعیض یا پس‌زنی حسابیده نمی شود. برعکس منع بودن کار در بعضی بخش‌ها از روی جنسیت همچون غمخواری مخصوص دولت نامیده شده است. در تاجیکستان رسما 194 کار برای زنان منع است. از جمله زنها حق کار در بخش استخراج معدن، کفشگری و نقب کنی را ندارند. حامیان حقوق از جمله سازمان ملل وجود این رویخط را نقض حقوق زنان گفته بارها از حکومت تاجیکستان طلب کردند که آن را بکار کنند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این تنقیدها گفتند شرایط‌هایی هست که در آنجا کار کردن زنان ضررآور است. همکارم شهلای عبدالله بود که تغییرات به کدکس مهنت را شرح میداد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. یک کاربر رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفت ساکنان بعد تماشا و استراحت در کوه‌ها پرتو زیاد می‌پرتویند. این نوار را کاربر از ناحیه دنقره فرستاده است. این بالای کوه همه پرتو را گرفته علاوه کردیم که تو که پرتو نمونه در صحرا ای همه همه آدمایی که کوه میآیند سیرگشت میکنن التماس میکنیم خواهش میکنیم که مسروشون غم کنن بروند یا اینکه بعضی همه آدما حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان یگم نمودی اشتراف کنه که تو که همین صحرا که جزیر نمونه این موسر را نگاه کنین میره نگاه کنین چه خیلی موسر همه موسر در موسر تر نیقه که چمن زیبا پرای موسر خدا خواهد از ما همه این موسر را غم میکنیم میبریم علاو میزنیم چنین حد امکان لیکن با یک غم کردن ما همه دشت صحرا تازه نمیشوه التماس میکنیم ای مردمایی که که میبرویند همچنین موسرشونه پرداخته نروند طبیعت ما را ما حفظ نکنیم یگام آدم بیگناه آمده حفظ نمیکنه تنی ما سبباً مشین همه کسا زنده و آباد باشید. بینندگان عزیز اگر شما هم نوار جالبی دارید می توانید به ما فرستید. حالا بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 مارس را فرا میگیرد.
حسین ابن منصور حلاج از معروفترین عارفان قرن 19 میلادی 26 مارت سال 922 درگذشته است. این زاده شیراز و ساکن بغداد از سیماهای مشهور فلسفه و ادبیات فارس و تاجیک و عرب به شمار می رود. میگویند برخی جوهر سخنان عارف دلخون را درست درک نمی کردند و خائن و کافرش می خواندند. شهرت بزرگ او در تصوف سبب گشت که زندانی شود. همین طور بیش از 10 سال آخر عمرش را در زندان به سر برده با امر خلیفه در 64 سالگیش به دار آویخته شد. تحقیق اندیشه و افکار او را بعداً دیگر دانشمندان فارس و عرب ادامه دادند. 26 مارت سال 2000 در روسیه انتخابات نو برپا شد. ولادیمیر پوتین برنده گردید و از آن زمان تقریباً بی تغییر در سر قدرت باقی میماند. طرفدارانش پوتین را در تقویت ایدئولوژی ملت‌گرایانه روسی و رشد اقتصاد ستایش میکنند، ولی مخالفانش برای اشغال کریم و جنگ ضد اوکراین تلاش زیر سلطه مسکو آوردن قلمروهای سابق شوروی و در انزوا گذاشتن کشور محکوم میکنند. ماه مارت سال 2013 مقامات در تاجیکستان معیارهای رسمی محصولات را معین کردند که میتواند برچسب حلال را داشته باشد. از جمله محصولات باید در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک، گوشت حیوانات دیگری که به طریق اسلامی ذبح نشده‌اند، گوشت حیوانات و پرنده های وحشی، مواد زهرآگین برای مثال رنگ‌هایی که از حشرات ساخته میشوند نداشته باشد. بانک ملی تاجیکستان قرب ارز خارجی را برای 26 مارت چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در وبسایت رادیوی آزادی در نشان azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدار.